Dio con le spine di più palme di sé. Stieni già mangiare. چه خبره؟ اما تو چی گفتی؟ چی گفتم؟ من گفتی تو خوبی؟ گفتم خوبی. یعنی نه چرا میزنی؟ من گل بری من دومات کنم تو به من میگی تو یا شما خب شما بابا تو مادر تو خونه بیار ما به خونه مادر ما به زوش رو پخته میکنم بسای اما رو توش کنه داره میشی نه برد جلوش برد لا لا سلام اشتنه کتا باشم اشتنه خوبی سلامت شکر زنده باشی اشتنه خوبی شکر زنده باشی اول شما خوبه شکر خیلی خیلیته کجا بودی؟ بکشتیم چی بکشتیم؟ پینا نورفتگی شما چی گفتن؟ چی گفتم میشه بخیر خب میشه او برای هم بکشتیم آره کلن خلاص شدن بخیر باز وقت دره هم میشه خیلی واقعا خیلی مقبول شده مقبول شدم مقبول شدم نه مقبول کن نبودیم منطقه خوشوم از شما مقبول تر بود منطقه این قسمت ها پینکی تا کمک چیز عقب نشینی کرده و اینا را میکشنیم خوب بیدن باز سال دیگه بخیر زنده باشیم چیز مولر ما به شما سلام میگفتم دختر شما سلام زیاد میگفتم بسیار گفتم که چیزه انا برو کوکا خوشور خوب بگو کنه ما امسال اگه با ما یک گوسفند لندی به قرض بدیم من با پولا شما به خیلی خوشی سر سلامتی میدیم گوسفند لندی؟ ما خاطر لندی نداریم تایی که دومات تو دومات منی درسته به جای اولاد منی تو هم خیلی دوست دارم سلامت دختر خورم خیلی دوست دارم خب هر دو تا شما اولاد ها منی زنده باشی یک چیزی میگم خب میگم همین مشت بستر بزن بم سر شکم انا بفهمدین با خاطر از اینکه مردم هم گوشی لند دارم ما گفتم ما هم داشته باشین زمستون ولی کرسیه ما بخوره سیکو گلک جان تو اگه گوسفند میگی من کم از کم 20-25 تا گوسفند دارم هر گوسفندی کمی بیخی با تو مراد کنم ارزون حساب کنم و هم سر پول حساب کنم دونی 14-15 شما دو تا برارا شما همین روز سیری که شما درآمد داریم به تعمیده پولا شما جمع میکنیم تا با کی جمع میکنیم تو سیکو تو اینا خیلی میشه تو یک کار دیگه که یک چیز دیگه ما بکنیم چیکار کنیم؟ ایتی یک کاری رو بخون تو میگی که گوشت لند باشه درسته؟ گوشت لند چی فرق میکنه؟ برو بدن همین خونه همسایه ما در سرا شما نیه در سر همسایه در سرا شما دیو دسته برو سیکو کینه برو بدن خونه همین همسایه ما شاگل خب او خوب فیلم مرغا داره فیلم مرغ؟ فیلم مرغا خوب کلونه داره یکی بستونی 13 ساعت 12 ساعت خیلی باشه یکی دیم از یکی از اینا بستو قرار با خلم کن گوشت فیلم فرق نمیکنه فقط همون زر همین گوشت اما مرغا که میگه آفرین از اونا یکی از ما همسایه ما بستو قرار با بلند کن خوبه شما گوسفند نمیده به قرضا گوسفندا گیرونه خوبه گوسفندا گیرونه شما بیارتا میگن گوسفند نمیده خب بدیم بابا یک گوسفند خونه خوار منه
آخی گوسفند بودون بری از کی پولای بستونو؟ از مردا قبرستون؟ نه چرا مردا قبرستون اینجا پول به کجا داره؟ خب ما همین مردا زنده. آخی از مردا زنده هم که پول ندارم. تو چندی داری؟ اما عمالی چندی داری؟ کی؟ تا قلق سینیم شد. خب آخی یک گوسفند کجیر هم داره. چندی؟ کجیر چندی؟ 660. خب امینا همه که با هم 1000 روپیه بیشتر میشه. 1000 روپیه و هله. خب بیخی هم 1000 روپیه و هله. آخی یک گوسفند 15000 روپیه میشه. تا چند وقت کار کنیم میتونیم پول همین گوسفنده بده؟ تا زمستون بگه داده تا گفتک پولان شما بده. با بابا سلام بگو. نمیشه بیلک جان برو. خداحافظ. خوش آمدی سلام هم بگی. چای نداریم. چای بجوش آمده؟ میخوری بشه که چای بیار. نه چای بجوش نامده. سلام بگی. خواه. تو کلی تو خرابه. چرا بابا؟ آخه اینا گم گوسفند بدیم تو هم میگی که بدیم خواهر منه. آخه من از کجا از پول بستم؟ بچه ها صغیرم گناه داره بابا. خواهر من خوب بخونی همین آیا دیگه. آخه سعی تو خواهر تو چشم. همین هر وقت تو میشتلان پخته کردی. خواهر تو وقتی بخی همین هفته که 7 شبه خب خیلی میشه. 7 شب که نمیشه. 4 شب 5 شب بیایی که بسته. یه هم خوب گپیه بابا. ها دیگه اگه نی مردم هفته 1 شب میخورم ولی بیخی همین هفته 5 شب بیایی خواهر تو همینجی. راست میگیم بابا درسته. سیکو وقتی بروی فکری و بجانیه میشه درس را بسته نکرده باشه. خب برم درس را سیکو اگه بسته نکرده بسته کن. خب زودی بیایی. اعتبار نداره یک دمش بارش کنه از زنا ما به خاک یکسان میشه. زحمت 6 ماه 7 ماه هیچی میشه. هم کاری که به تا دست ده و جمع کو برو برات کار خود. کار از کردن میگه گپ از زدن نون از خوردن کار کو خود به پا خود کو کار نمیشه. مجبوری زحمت بکشی. خراب نشه. بله کجی شکر خوبی تو ماما بخیر سلامتی بنگی لاک برار تو مراد تو خوبم شکر من ماما سر خیر من ارزنا و این جگای ارزنا غلبه میکنم میایی کجایی تو ولی بیا تاکی چه بنده بیا ماما سر خیر منم بیا خوبه سیه بیا خدا بجیر خورداده چی مایه با حتما بابا خونه خودی برار که گیلک جنجال کرده ساله با 12 همی دیوراره میته مار دینی هم یا زن گیلک خودی ازی خود میگیره جنجال میکنه یا گیلک خودی که چیز جنگ میکنه یعنی خیر از همی گفت دیگه گفت ندارن اینا کاش که گیلک میامد که بزو میگفتم بگیره کمی ارزان قلبر کو حداقل بفهمی که کار چیه ماما اشتری خیلیتیم جانجوری دیار هستیم ماما خیلیت شکر سر مادر ماما و بچه ها خانواده همگی خوبه همه خوبه شکر چی گپایه قرار غریری فضل دیار هستیم خدا ماما ببخش خدا ببخشه شکر کجا بدیم ماما این طرفا همین تو خونه بیدون گیلک برار میبیام کمک کردشتن گفتم غم نخور تا ماما خورم از اون داری ما او تو به دنیا غم نداری سهر جو سلامت باشه مدام غم خورد داده که خوب بخورده و میخوره ماما با چی گپ بابا مثل کار شما بنده ماما ایت چهار طرف ماما خورده هم میزنی های ماما یاره که جیر ولاد خود کنی های ماما مدام ما که شما مایون دیگه پار میزنه ایف شما و ما نکرده میشی بده مستم میگه قدشته مستم لقد ما خاطر خاک میرزه خوب ماما سه کنی
امی مدر میں اینو زنگی لگ برار میں زید کردم که ما مگر امسال با ما پرویدی بخریم خود شما خبر دارین که ما اون تا دستبال وای نداریم نداری کرده یه لگ رفت برفته او به پیش خسور خبری و گفته او کاکا خسور اگر دیمی گسپنده کاخ یکی داری برای ما به قرض بده و پولکاتون میاریم او هم ورده ببرده نی بیارده وردشته گفته شما به سال سیری پیه گوش بخونی خونه میبینیم ما گوشپنده که 15-16 هزار قیمت ما بودم پولای ما حکی بگیرم گوشپنده کداره خسوری او نداده بود نداده بود دانم اول باشه که اگه دروغ بگو لنگم دروغ نمیگم ما گفته او لگه بزیر دندون شما بره شما بده گدولات حال دگم گوشپند خودین که با امسال گوشپند بخوریم اگه به خاطر مادر گیلک و تو نداده چرا به خاطر دختر کو نداده ای کندل گفته بیده دختر ما اگه ما یک مکه گوشپنده خو کشتم خیر کشی از اون 1 شو تا 3 شو تا 4 شو بیای بخوره بره و نخور یار ماما بد شرایطیه راست میگی ماما امروز روز نفر به بالا دختر خورم نداره راست میگی ماما خو اگه تو امور به دختر خو میدادی میگفتی 2 ماه 3 ماه 5 ماه 6 ماه بعد پولایر بده حداقل همین پیرزال سیاست همین گیلک دومات تو همین خسور بری دختر تو مثلا نمینا بخورن چه کار میشه نمیفهم ماما چی فکر حالا تو چی میگی ما چه کار کنیم بیا اومدیم به پیش ما اگه گوسپند دارین یه گوسپندی برای ما بدیم اگه پول داری 15,000 پولی برای ما به قرض بدین که امسال غم شکم خوب بخوریم گوسپند خود خوب بخریم با انشالله برامون پول کاش ما میاد ماما جوسکو بله من یک چیزی به شما بگم بفرمایید شما مامایم پول ندارین شما گوسپند 15-16 هزاری ما چه کار کنیم چی میفهم ماما حالی ده و دست مرتکا به در شده به این شرایط ولد ما خود خونه میگم روی دنیا رو میگم شرایط ولد گیتنه که ده ولی بفتده به دست زنکا این کلونتری بیشتر جور زنکالی میکنن حالا که ما مجبوریم که پا مادر خود زن خود خونه مادر تا میته خوار منم مادر تا میته زن نیه که به قصی شکم خوشه مادر تو سال به 12 و به قصی شکما شما رو به قصی شما میدید تا صغیره سکم به تو چی میگم مامای من 2 ماه پیشتر گوسپند بخریدم 7-8 تا دونه 5.5 از ریپه 2 ماه اونا جمع میکنم حمال نخرم دونه 8,000 8.5 هزار میخرم اون گوسپندا به سرایه برو یکی ماما بس من به توی دوستانه میگم برادرانه میگم ارزانه میگم یک گوسپند حداقل حمال نکنه گوش 20-22 کیلو 23 کیلو گوشت میکنه همونه که ماما جو از این گوسپندا تا سرا ما یکی برو به خو خوش کن گردن بگیر برو به سرا خو کار ده بکش سریو تشکر باشه خوب چشم ما گوسپند 15-16 هزاری ندارم همون 7-8 هزاری که دست میاد که به شما بود خیر بینیم ماما خیره با شما ما جو اگر خسور گیلگی تا گپ گفته خیر گدای کندی ما که خدایی ازم فوکس و خوش من نمیاد گدا گدلی با عمر خود چیده ندیده حالی که 4 تا گوسپند یخزده داره اونا را خود تو 20-30 تا گوسپند داری خاک بم سر یک گوسپند که بدی به دختر خود همون تا بدی امینا کو صغیرم امینا کو بی پیارم ما دختر اگه به برار خوامی گلگ نمیدادین گردن همه بند باشه 90 سال دیگه از عمر اگه تیر نمیشون مگر پیار خرج میداد و من یک چیزی به تو بگم 10 تا دختر کرده کندل 5,000 پول بیتر ماه دخترها خور نماه برو ماما جو به سرا برو بفهمید هر کدوم که خوش میکنه همه به یک قطعیافه همه به دونه 5.5 هزار اگر فایده هم به ماما خو میدادیم بدیم اگر نمیدادیم او 5.5 هزار بدیم بفهمیدی خیره باشه مست و ماما به قصی ازی نباش یاره ای تن ما به 10-15 توبه به زیت خسورا به زیت آدم ها که رم با باله دختر خود تو یک ذره نداری تا تلف صغیر یک مادر پیرزال دارم و دختر تونه یک گوسپند بزینا میدادی گوسپند 15-16 هزاری نه یک گوسپند 10 هزاری بزینا میدادی پول بزینا میدادی میگفتی بریم بخون گوسپند بخریم تو به خاطر ازی که اینا ندارم صغیرم تو یک گوسپند بزینا ندادی ام اوسنا از اینا رو دری برات کنی خیره باشه گپ اینه بلکه این پولا من نخورم اگه اونا بخورم خوارم پولا نمیخوره پولا من میده یا بازم این رام بنداز به زیر پاخو تو مثلا نمیخوری که به زیر پاخو میندازونی
بگی بخور. سلام علیکم کاکا خسرو مونده نباشی. و علیکم. چی گفت تیار هستین؟ اشتین رو خوب سلامت یار هستی. چه بدعمالی هم هستی. چی گفت کاکا خسرو؟ شکر یار هستی جان جوره. سلامتی. خبرای؟ قرار قراری چنان خوشم اینا هم خوبم. شکر سلامت باشی. کاکا خسرو زمادم پیش شما گفتم از این گوسفندا خو اگه میشه یکی بریم ببریم هر چی حساب میکنیم غمی نداره. از ما و شما خود دورین یک مثلا از طرف ما و طرف شما بیا از طرف شما و طرف ما. نه گپا که نیه فدای سر تو. منتها باجه تو هم بیامد. باجه میگیله؟ خب. باجه تو هم بیامد که از این گوسفندا خو یکی بده بریم. خب. خب بابا جان ما همین گوسفند هر گوسفند ما که میفهمی از 15,000 و 16,000 کمتر نیه که می بیخی بزیم مراد کنم ارزون بیخی همین موف بودم 13-14 هزاری په قیمت خب باز ما همین 13-14 هزاری په بزی بودم از کی بستون باز تو خوب شکر داری گپی نیه با تو گوسفند میدم برو از اون بین گوسفندا هم هر کدوم تو خوش داری برو درک ببر بخور بکنی کاکا خسرو جان من به خیر خوشی صبح بخیر حرکت میکنم میرم به پیره بخیر پول به خونه بوده کمش سودایی که من خونه به کار بود بستندم صبح بخیر خوشی میرم به پیره از پیره که بیام آدم پولا شما رو میدم هیچ گپ نیه فدای سر تو کجا هست گوسفندا اون گوسفندا به خونه برو از خوشو خواب یک خبری بگیره اگه از اون گوسفندا ما کدوم که میور دار ببرک خوبه باشه من میرم خبری هم میگیرم یک گوسفندی هم خوب میبرم خیر بینی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ولی خوبه گوسفند بری بودم پولا من نقد میده ولی از امروز نده صبح نه 5 روز 10 روز بعدی پولا من میده به زو میدادم از کی میگرفتم باز آدم صغیری تو گوسفند ماه چکار کنه من میرم لندی میکنم لندی آنی به ای تو آدم خوبه